یکم اپریل در تاجیکستان دعوت نواسکران به صف قوه‌های مسلح با نانگزان شروع شد. ده‌ها جوان در دوشنبه در مراسم تنتنوی با والدان خیرخوش کرده و به خدمت حربی رفتند. مسئولان پایتخت گفتند که اکثر این جوانان داوطلبانه به عسکری رفتند. مقامات برای جلب بیشتر جوانان به ارتش کورس‌های رایگان رانندگی تشکیل کرده است. اسماعیل هم بعد از 3 ماه تحصیل در کورس‌های رانندگی در همین روز صاحب شهادتنامه رانندگی شد. بله، با خواهش خودم خدمت رفتم. چند بار دعوتنامه فرستادم؟ یکم بار. از کدام ناحیه؟ از ناحیه همدانی. بله، پروامون دادم. دعوت عسکری همساله در تاجیکستان با مشکل دچار می شود، زیرا در منطقه های تاجیکستان برخی جوانان از خدمت حربی سرپیچی می کنند. بعضی ها با ختم مکتب و پیش از رسیدن موسم برای کار به روسیه می روند. قسمت دیگر که به دانشگاه وارد شدند استثنا هستند و حق دارند تا انجام تحصیل به ارتش نروند. من به ارتش رفتنی بودم، لیکن پدر و مادر من خواستند که من دانشجو شوم، برای اینکه هر یک جوانمرد دانشجو شدن این به هر کس میسر نمی شود. یک سبب پرهیز جوانان از خدمت را بدرفتاری در واحدهای نظامی مینامند، هرچند وزارت دفاع میگوید که این ظاهرات دیگر وجود ندارد. همساله با شروع دعوت به ارتش موردهای جلب اجباری یا ابله رسانه‌ای می شود. حامیان حقوق میگویند با وجود آنکه سالهای اخیر وضع خدمتچیان حربی خصوصا عسکران بهتر شده است، ولی این ساحه به اصلاحات کلی نیاز دارد. می‌بینیم کار خوراکشون جای استقامتشون و یاشون نقش دیگه نقش دیگه یکی هم مناسبت‌های غیر آیین‌آمیزی هست بین عسکران. من فکر می‌کنم که برای پورا از بین رفتن یک ریفرم گذراندن لازم است. مهلت خدمت حربی کمتر کردن در کار و یا نو عسکرایی که نه عسکرات یک تا کزارم با جای داده نشوند، مهلتش کمتر شود، چون که اکثر پرونده ها ما به سربازایی که از 1 سال 1.5 سال زیاد خدمت کردگی همون مناسبت‌های غیر آیین‌آمیزی جوی میکنن. در 1 سال 2 مرتبه بهاری و تیر ماهی با فرمان رئیس جمهور جوانان از 18 تا 27 ساله به صف قوه‌های مسلح جلب کرده می شوند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.